أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الامور المنهی عنها، یعنی کتاب در مسئله کارهایی که شریعت باز می‌دارد از انجام دادن آن کارها. پس در زیر این بابی که ما شروع کردیم در زیر این کتاب باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان، یعنی که باب در مسئله حرام بودن غیبت و همچنین این باب در مسئله امر به نگاه داشتن و حفظ کردن زبان می باشد. پس ما و شما از این باب چند درس گرفتیم. درس امروزه همان از زیر حدیث 1521 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1521 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن معاذ رضی الله عنه قال، یعنی از معاذ رضی الله عنه روایت است که گفت قلت یا رسول الله، حضرت معاذ میگوید گفتم که ای رسول الله اخبرنی بعمل، یعنی آگاه کن من را، خبر کن من را به عملی که، به کاری که یدخلنی الجنت، من را آن کار داخل جنت بگرداند، و یباعدنی من النار، و دور گرداند من را آن کار از آتش دوزخ. یعنی حضرت معاذ رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره کار پرسان شد که آن کار داخل جنت گرداند من را و از آتش دوزخ دور بگرداند من را. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم در پرسش حضرت معاذ چنین جواب دادند، گفتند لقد سألت عن عظیم، گفتند واقعا پرسیدی از چیزی بسیار بزرگ، از امر بزرگ، از کار بزرگ پرسیدی. و انه لیسیر علی من یسره الله تعالی علیه، و گفتن هر آینه این کار آسان است برای کسی که الله سبحانه و تعالی آسان گرداند برای آن شخص. یعنی که الله سبحانه و تعالی اگر آسان بگرداند پس این کار آسان می باشد. تعبد الله لا تشرک به شیئا، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند آن کاری که تو را داخل جنت می گرداند و از دوزخ دور می گرداند همین است که تعبد الله، یعنی الله جل جلاله را عبادت بکن، لا تشرک به شیئا، با الله جل جلاله چیزی را شریک نآور، و تقیم الصلاة، و برپا بدار نماز را، یعنی نمازت را بخوان، و تؤتی الزکات، و پرداخت بکن زکات مالت را، اگر مالت به نصاب رسیدگی باشد زکات مالت را بده، و تصوم رمضان، و روزه بدار ماه مبارک رمضان را، و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا، و حج بیت بکن، یعنی حج فرضی را انجام بده، این استطاعت الیه سبیلا، اگر که استطاعتی رفتن به حج را داشته باشی، اگر قدرت و استطاعتی حج کردن و رفتنی به آنجا و همچنین توانایی مالی برای رسخاد راه، برای مصرف راه داشته باشی، پس برو حج بیت را انجام بده. ثم قال، بعد از این گفته ها میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الا ادلک علی ابواب الخیر،
گفتن آیا من راهنمایی کنم تو را به بهترین راه های خیر، یعنی که به دروازه های خیر آیا تو را راهنمایی بکنم؟ پس پیغمبر گفتن که الصوم جنتون، یعنی که صوم جنه می باشد، یعنی که صوم انسان را از دوزخ دور می گرداند. پس صوم جنه هست، یعنی که سپر هست که انسان را از دوزخ دور می گرداند. و صدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. پس صدقه دادن گفت تطفئ الخطیئه، یعنی خاموش میکند خطاها را، آتش خطاها را صدقه دادن خاموش میکند، یا سبب بخشش خطاها و گناهها میشود صدقه دادن. کما یطفئ الماء النار، چی طوره که خاموش میکند آب آتش را، یعنی چی طوره که آب آتش را خاموش میکند، همچنین صدقه دادن آتش خطاها را و خود خطاها را از بین میبرد و خاموش میکند. و صلاة الرجل من جوف اللیل، و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند نماز مرد همچنین در نیمه شب، من جوف لیل یعنی که در نیم شب، این هم از دروازه های نیکی می باشد. و صلاة الرجل من جوف اللیل، یعنی که نمازی در شب همه خواب است که انسان خیسته نماز می خواند، این هم همچنین از دروازه های خیر می باشد. ثم تلا، بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت کردن این آیت ها را، این آیت را خواندن که الله سبحانه و تعالی میگوید که تتجافى جنوبهم عن المضاجع، میگه این آیت را خواندن حتی بلغ، تا اینکه رسید به آخری آیت بعدینش که یعملون، تا اینجا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت ها را خواندن. این آیت سوره سجده آیت 17 می باشد، آیت 16 و 17 می باشد. پس الله سبحانه و تعالی در سوره سجده آیت 16 و 17 چی میگوید؟ الله میگوید که سوره سجده آیت 16 میگوید تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی دور میکنند پهلوهایشان را از رختهای خوابشان، یعنی که همه خواب است، این انسانها در نیمه شب خواب نمیشوند، پهلوهایشان را دور میکنند از رختهای خوابشان، یعنی که شب خواب نمیکنند. یدعون ربهم، اینها میخوانند، طلب میکنند، دعا میکنند، عبادت میکنند پروردگارشان را، خوفا و طمعا، یعنی این عبادتشان با بیم و از روی ترس و از روی امیدواری می باشد، یعنی از الله سبحانه و تعالی هم می ترسن و هم امید از الله سبحانه، از عذاب و از غضب الله جل جلاله می ترسن و هم امید دارن به رحمت الله سبحانه و تعالی. از ترس و با امید الله جل جلاله را عبادت میکنن. و مما رزقناهم ينفقون، الله سبحانه و تعالی میگوید از آن چیزی که ما آنها را رزق دادیم و ما آنها را روزی دادیم اونها انفاق میکنن، اونها صدقه میدهند. پس این بود آیت 16. در آیت 17 الله سبحانه و تعالی میگوید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یعنی که نمیداند هیچ کسی که ما اخفی لهم، یعنی که آن چیزی که نهفته و پنهان ماندگی است از آنها، من قرة اعین، یعنی که از روشنی چشمها، از روشنی چشمها، جزاء بما كانوا یعملون، یعنی که این جزای می باشد برای کسانی که عمل انجام میدهند، برای کسانی که عمل نیک انجام میدهند الله سبحانه و تعالی میگوید برای اونها جزا هست، پاداش هست برای آنان
برای آن کسانی که عمل نیک انجام میدهند. بما کانوا یعملون، یعنی از روی آن کارهایی که آنها انجام میدادند و آنها بجا می آوردند، الله سبحانه و تعالی برایشان پاداش های ارزشمند و ثواب بزرگ آماده کردگی هست. من قرة اعین، یعنی که روشنی بخش برای چشم هاست یا سبب شادمانی است که انسان عملی نیک انجام بدهد که الله سبحانه و تعالی پاداش های ارزشمند برای اون انسان ها نصیب میگرداند. پس این هست آیت ها که رسول الله صلی الله علیه و سلم اولی آیت 16 سوره سجده و آخری آیت 17 سوره سجده را تلاوت کردن. این همین آیت هایی که حالا خواندیم و ترجمهش کردیم، همین آیت ها را تلاوت کردن. ثم قال، بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که الا اخبرک برأس الامر، یعنی آیا خبر بدی هم تو را به اساس دین، به اساس تمام کارها، آیا خبرت بدی هم و عموده و ستون دین را همچنین برات بگویم و ذروت سنامه و همچنین بالاترین قله اسلام را من برای تو خبر بدی هم؟ قلت بله یا رسول الله. حضرت معاذ رضی الله عنه میگوید گفتم که بله ای رسول الله. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که رأس الامر الاسلام، یعنی که اساس تمام کارها این شهادتین است. اساس اسلام این شهادتین می باشد. وقتی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله که میگوی، این سری و اساسی تمامی کارها می باشد. و عموده الصلاة، پس ستون اسلام این نماز است. و ذروت سنامه الجهاد، و بلندترین و بالاترین قله اسلام این جهاد می باشد. ثم قال، بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الا اخبرک بملاک ذلك کله، یعنی آیا خبر بدی هم تو را برای زیر ساخت و برای پایه همه اینها، یعنی پایه و زیر ساخت و فوندامنت و اساس همه اینها را آیا برای شما، آیا برای تو ای معاذ خبر بدی هم؟ قلت بله یا رسول الله. حضرت معاذ میگه گفتم که بله ای رسول الله. فاخذ بلسانه قال، پس میگه گرفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم زبان خودش را و گفت، یعنی پیغمبر زبانش را قپید و زبانش را گرفت و گفت که کف علیک هذا، یعنی که مواظب باش از این. کف علیک هذا یعنی مواظب باش، حفظ کن این را برای خودت، یعنی زبانت را نگه بدار. قلت یا رسول الله، حضرت معاذ میگه گفتم که ای رسول الله، و انا لمؤاخذون بما نتکلم به، و هر آینه ما مؤاخذه و عذاب میشویم به خاطر آنچه که سخن میگوییم، یعنی آنچه که به زبان میرانیم، به زبان میگوییم، آیا به سبب با زبان راندن آن سخنهایمان ما شکنجه میشویم، مؤاخذه میشویم و عذاب میشویم؟ فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ثکلتک امک، یعنی در غم تو بنشیند مادرت. مادرت گفت در غمت بنشیند. و هل یکب الناس فی النار علی وجوههم الا حصائد السنتهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند سرنگون میکند، میافتاند مردم را در آتش دوزخ بر رویهایشان مگر زبانهایشان. حصائد السنتهم یعنی محصولات زبانهایشان، آن میوه هایی که زبانهایشان کاشته است، آن چیزهایی که زبانهاشان گفته است، پس به سبب همون
محصولات و میوه های زبان هایشان، اینها گفت در آتش جهنم عذاب کرده می شوند. یعنی که سببی در آمدن دوزخ این زبان است که اگر انسان زبانش را حفظ نکند، زبانش را مواظبت نکند، زبانش را نگاه ندارد، این انسان سبب دوزخ در آمدنش می شود. یعنی که الله سبحانه و تعالی مردم را برای رویهایشان و بر رویهایشان در جهنم نمی پرتاید. از روی شکل الله سبحانه و تعالی مردم جدا کرده به آتش دوزخ نمی پرتاید، بلکه میوه های زبانهاشون الله سبحانه و تعالی نگاه میکند که زبانهای اینها در دنیا چی کاریدند، انا همون محصولات رو نگاه کرده الله سبحانه و تعالی حکم میکند. اگر زبانت رو حفظ کردی، زبانت رو نگاه کردی، غیبت نکردی، دروغ نگفتی، تهمت نبستی و بیهوده گویی نکردی، پس تو خودت را از آتش دوزخ نجات دادی و زبانت را حفظ کردی. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است و قال حدیث حسن صحیح. امام ترمذی میگوید که این حدیث حسن و صحیح می باشد و قد سبق شرح فی باب، این حدیث پیشتر گذشتگی بود، در درس‌های گذشته بیان کرده بوده، میگوید امام نووی رحمه الله. پس این بود حدیث 1521 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1522 کتاب ریاض الصالحین را آورده، میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفتند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اتدرون ما الغیبت، گفتند آیا میدانید که غیبت چیست؟ یعنی غیبت چی است؟ آیا میدانید؟ قالوا الله و رسوله اعلم، میگه که اصحاب جواب دادند که الله و پیغمبرش بهتر میداند و الله و پیغمبرش عالمتر و داناتر هستند که غیبت چی می باشد. قال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ذکرک اخاک بما یکره، یعنی که یادآور شوی تو برادرت را به آن چیزی که اون خوشش نمی آید، یعنی چیزی که برادرت خوش نمی بیند که از نامش گفته شود، در بارش گپ زده شود، وقتی که تو انا همون چیز را یادآوری میکنی، پس تو از جمله غیبت کنندگان میباشی. یعنی که ذکرک اخاک بما یکره، یعنی در باره برادرت سخنهای بگویی که اون برادرت را خوش نمی آیند، انا همین غیبت می باشد. قیل، پس گفته شد، کدام کسی خیست و سوال کرد که افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، گفت چی فکر داره پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر که آن چیز من میگویم در برادرم باشد، یعنی من از پشتش چیزی را میگم برادرم خوش ندارد، اما برادرم همون چیز را دارد، همون صفت در برادرم هست، این را حکمش چی است؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان کان فیه ما تقول، یعنی اگر که باشد در اون همون صفتی که تو اون را میگویی، فقد اغتبته، پس تو اون را غیبت کردی. یعنی اگر که واقعا همون سخنهایی را که تو گفتی در برادرت باشد، پس تو برادرت را غیبت کردی. و این لم یکن فیه ما تقولو، یعنی اگر که در برادرت نباشد آن صفاتهایی که تو میگویی، فقط بهته، پس واقعا تو بهتان بسته‌ای با برادرت، یعنی تو بهتان و تهمت در حق برادرت بسته اگر که آن چیزی که در حق برادرت میگویی نباشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. یعنی آن چیزی که درباره برادرت میگویی خوشش نمیآید، اگر واقعا در اون باشد، از پشتش گپ زدی، این غیبت است. و اگر که نباشد، پس این گفتگوی تو تهمت، دروغ در حق برادرت می باشد. این بود
حدیث 1522 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1523 کتاب ریاض الصالحین را می آورد. در زیر حدیث 1523 امام نووی رحمه الله میگوید که و عن ابی بکر رضی الله عنه، یعنی از ابو بکر رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فی خطبته یوم النحر بمنن فی حجة الوداع. میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سخنرانیش در روز عید قربان در مینا در حجة الوداع، انا همون زمان در حجة الوداع در آخرین حجی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادن با اصحاب همه یک جا، رسول الله صلی الله علیه و سلم در همون جا در همون هنگام فرمودن که ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم. رسول الله گفتن هر آینه خونهایتان و مالهایتان و آبرو و ناموسهایتان حرمت دارد، بالای یکدیگرتان حرام می باشد. که حرمت یومکم هذا، به مثل حرمتی که امروز دارد، یعنی روز عید قربان در حجة الوداع. فی شهرکم هذا، به مثل حرمتی که این ماه دارد، ماهای حرم. فی بلدکم هذا، به مثل حرمتی که این سرزمین دارد، یعنی که مکه. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن به مثل انا همین همچنین خونها و مالها و آبروهایتان بالای یکدیگرتان حرام می باشد، نباید تعرض کرده شود و نباید خون یک کس، مال یک کس و آبروی یک کس ریزانده شود. الا هل بلغت، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که آگاه باشید آیا من رسانیدم، آیا من ابلاغ کردم؟ بعد از این میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا الله شاهد باش که من رسانیدم. یعنی در این حجة الوداع جمع بزرگترین جمع در اطراف رسول الله صلی الله علیه و سلم از مسلمان ها شدگی بودند، یعنی که 100,000 مسلمان جمع شدگی بود. در بین 100,000 مسلمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخنها را بیان کردند و 100,000 مسلمان را شاهد گرفتند و گفتند ای الله شاهد باش که آن چیزی که وظیفه من بود من برای بندگانت رسانیدم. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1523 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1524 را می آورد، می گوید و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1524 می گوید که از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت قلت للنبی صلی الله علیه و سلم، حضرت عایشه میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم را گفتم که حسبک من صفیه کذا و کذا، یعنی برایت همین بس است از صفیه که فلان فلان عیب را دارد. یعنی که حضرت عایشه مادرمان حضرت صفیه مادرمان را در نزد پیغمبر گفت که همین عیبی که فلان فلان عیبهای را که صفیه دارد برات بسنده هست. قال بعض الرواتی، بعض راوی ها میگوید که حضرت عایشه عیبی که نسبت به حضرت صفیه گفته بود تعنی قصیرتن، یعنی که منظورش قامت کوتاهش بود. حضرت صفیه رضی الله عنها مادر مؤمنان این قد کوتاه که بود، قد پست که بود، حضرت عایشه رضی الله عنها نزد پیغمبر این را خواست بیان بکند که همین عیب و نقصان یا همین کمبودی که قد پستی حضرت صفیه دارد برات کفایت کننده و برات بسنده هست. فقال، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه را گفتند که لقد قلت کلمتا، گفت واقعا تو یک سخن گفتی که
لو مزجت بماء البحر، اگر که این سخن تو آمیخته کرده شود به آب بحر، این سخنت رو اگر در آبهای بحر آمیخته بکنن، لمزجته، حتما اون آب بحر را تلخ میگرداند. یعنی این سخن در گفتنش و در ظاهرش آنقدر سخن بد نیست، یا آنقدر انسان بد فکرش نمی کند، اما در واقعیت گفت این سخن تو چنان بدی دارد که با همان بزرگی آبهای بحرها، با همون کمیه و با همون عدد و با همون حجم بزرگش، اگر این سخن تو در اون آمیخته کرده شود، آبهای بحرها تلخ میگردند، مخلوط میشوند و بد میشوند به سبب ان همین. یعنی این سخن را خطرش همین قدر کلان است، همین قدر این سخن ناخوب است. و حکیت له انسانا قالت، همچنین حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید و حکیت له انسانا، میگد روز نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم حال انسان را بازگو کردم، یعنی که حرکتش را یا فعلش را تمثیل کردم، یعنی که تقلید یک انسان کردم. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما احب انی حکیت انسانا، یعنی دوست نمیدارم که من تقلید بکنم، حرکت یا فعل یک انسان را تمثیل و تقلید بکنم. و این لی کذا و کذا، و هر آینه برای من بدهن، یعنی که کذا کذا، اینطور از مال و ملک، یعنی که اینقدر ثروت و اینقدر گو برای من اگر ثروت دادم شود، گو من دوست نمیدارم که یک انسان را تقلید بکنم، یک انسان را حرکتش را یا فعلش را تمثیل بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من در عوض چقدر مال و ملک و ثروت حتی دوست نمیدارم این کار را بکنم. یعنی چی؟ یعنی این تمثیل کردن و تقلید کردن کسی، این همچنین جایز نیست، حرام می باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت در عوض چقدر ثروت و مال و ملک من نمیخواهم این کار را بکنم. رواه ابو داود و ترمذی و قال، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده، میگوید که حدیث حسن صحیح، این حدیث حسن و صحیح می باشد. و معنی مزجته، و معنای آمیخته می شود به وی، یعنی که خالطته مخالطتا، یعنی که آمیخته و ارلش می شود، ارلش شدنی که یتغیر بها طعمه، یعنی که طعم اون آب را، اون بحرها را تغییر می دهد، او ریحه، یا بوی اون آبهای بحر را تغییر می دهد. برای چی؟ لشدت نتنها، به خاطر بد بودن بدبوی این سخن، و قبحها، و به خاطر بد بودن این سخن. یعنی که این سخنی که یک انسان را قد پس، ببین حضرت عایشه مادرمان حضرت صفیه را فقط گفت قد پست است، رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرد که این سخن تو، یعنی که اگر به آبهای بحر آمیخته و ارلش کرده شود، آبهای بحر را بوی بدی این سخن ارلش می شود یا غالب می شود که آبهای بحر را فساد می کند، آبهای بحر را از کار می برارد. یعنی که اینقدر این سخن خطرناک است که حتی در ظاهر انسان هیچ فکر نمی کند که این سخن اینقدر خطرناک باشد. و هذا الحديث من ابلغ الزواجر عن الغیبة، میگه این حدیث از رساترین نهی درباره غیبت است. یعنی که انسانی که غیبت کرده می شود، در نزدش همین حدیث بگو، وقتی که کسی را غیبت کرد در نزد بگو این سخنی که تو گفتی اگر در آب بحرها اگر آمیخته کرده شود، پس آبهای بحر همه بو میگیرند، آبهای بحر تلخ می شود، آبهای بحر را دیگر استفاده بردن نمی شود. یعنی که این سخن تو چی قدر
خطرناک می باشد. پس میگه این حدیث از رساترین نهی درباره غیبت است. قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره نجم آیت 3 و 4، الله میگوید که و ما ینطق عن الهوى، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از خواهشات نفسانیش سخن نمیگوید. ان هو الا وحی یوحى، یعنی که سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی هست از جانب الله برای رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده شدگی است. یعنی سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم از خواهشات نفسانیش نیست بلکه وحی می باشد. پس این سخن را رسول الله گفت. این همچنین وحی است که غیبت چقدر بد است که آبها و بحرهای دنیا را همه را بوگین میگرداند اگر که واقعا به یک شیء تبدیل کرده و با آبها علاوه کرده و ارلش و آمیخته کرده شود. یعنی که غیبت چقدر بزرگ و چقدر خطرناک می باشد. این بود حدیث 1524 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1525 کتاب ریاض الصالحین را می آورد، می گوید و عن انس رضی الله عنه قال، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1525 کتاب ریاض الصالحینش می گوید از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لما عرج بی، یعنی زمانی که من را به معراج برده شدم، زمانی که من را به معراج بردند، مررت بقوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید از نزدی از بری یا از کناری گروه گذشتم که لهم اظفار، میگه اونها ناخونهای داشتند، من نحاس، اون ناخونهاشون از میس بودن، از آهن و میس ناخونها داشتن. میگه اون مردم، اون قوم، یخمشون وجوههم و صدورهم، اون قوم ها میگه میخراشیدند، اون گروه میگه من دیدم ناخونهای آهنین و میسی قطی میگه میخراشیدند رویهایشان را و سینه هایشان را، کندیکای سینه هاشان را، پیش برشان را میگه اونها میخراشیدند. فقلتو، پس میگه گفتم من هؤلاء یا جبریلو، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه جبرائیل پرسان شدم که ای جبرائیل اینها کی هستند؟ قال، میگه حضرت جبرئیل گفتن که هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس، میگه گفتن اینها مردمی هستند که میخورند گوشتهای مردم را، یعنی گوشتهای مردم را میخورند، یعنی غیبت میکنند، اینا انسانهای غیبت کننده هستند. و یقعون فی اعراضهم، و اینها کسانی هستند که بازی میکنند با ناموسهای مردم، با ناموسهای مردم اینها بازی میکردن، اینها ناموسهای مردم را میرزاندن، مردم را میخواستن به آب و رو بکنن. یعنی اینها انامین طور انسان ها هستند که در این روز عذابشان انامین است که با ناخونهای آهنین، با ناخونهای میس رویها و پیشای براشان میکندن، گردناشان میکنن. الله اکبر. ببین عذاب و یا خطرناک بودن غیبت را که در روز قیامت به این بلا و مصیبت انسان را گرفتار میکند. رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود روایت کردگی هست. پس این هم همچنین حدیث برای بیان خطرناک بودن غیبت کردن. این بود حدیث 1525. بعد از این امام نووی رحمه الله آخرین حدیث این باب را، حدیث 1526 را می آورد، می گوید و عن ابی هریره رضی الله عنه، یعنی امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1526 می گوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که کل المسلم علی المسلم حرام، یعنی هر یک مسلمان
بر مسلمان حرام می باشد دمه، یعنی خونش، یعنی خون مسلمان برای دیگر مسلمان حرام است، و عرضه، و آبرو و ناموس مسلمان برای دیگر مسلمان حرام است. نمیتواند که آبرو یک مسلمان رو بریزاند، ناموس یک مسلمان رو بریزاند. و ماله، و همچنین مال مسلمان بر مسلمان حرام است که نمیتواند بدون اجازت صاحب مال مسلمان را از خود بکند و صاحب بشود. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. پس این بود آخرین حدیث در باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان، یعنی حرام بودن غیبت و امر به نگاه داشتن زبان. پس این باب به همین به آخر رسید و باب نو شروع می شود. باب نو، باب تحریم سماع الغیبت و امر من یسمع غیبتا محرمة يردها والانكار على قائلها فإن عجز او لم يقبل منه فارق ذلك المجلس این امکنه. یعنی باب در مسئله حرام بودن گوش کردن غیبت و همچنین باب در مسئله امر برای کسی که غیبت حرام را میشنود رد باید بکند اون غیبت را. والانکار علی قائلها، باید باز دارد انتقاد بکند از غیبت کننده. فإن عجز، اگر نتوانست، ناتوانی بیان کردن که منع کردن نتوانست، رد کردن نتوانست، باز داشتن نتوانست اون غیبت کننده را، لم یقبل منه، یعنی قبول نکند، نپذیرد گفته های اون غیبت کننده را، فارق ذلك المجلس، یعنی ترک کند اون مجلس را. این امکنه در صورت امکان باشد، اگر تواند اون مجلس را ترک بکند، در مجلس غیبت اشتراک نکند. اگر امکانیتش را برای ترک کردن داشته باشد، برای رد کردن و برای باز داشتن و انتقاد کردن اگر که امکان دارد، پس این کار را بکند. اگر که نمیتواند، باید اون را قبول نکند و از سخنان اون انسان غیبت کننده ناخوش بشود. پس این هست باب نو. این باب را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.